سلام خدمت همراهان کانال، خوشحالم که امروز براتون ویدیو میگیرم. طبق نظرسنجی که داخل کانال گذاشتیم قرار شد که ویدیوهای ولاگ از محل کار خودم براتون پر کنم، بیشتر توضیح بدم. اگر علاقه داشتید به رشته برق بتونید بیشتر آشنا بشید با تجهیزات، عملکرد و هر پروسه ساخت و توسعه پست‌های فشار قوی. امروز خواستم یه پیش درآمدی از کارمون بهتون بدم و الان یه توضیحات کوچیکی نسبت به پست‌های فشار قوی بهتون بدم که الان دارید میبینید. ما الان داخل یه پست فشار قوی 400 کیلوولت به 132 کیلوولتیم، همون ترانسی که اونجا میبینید، ترانس 400 به 132. برای مسائل امنیتی چیزی نمیتونم بگم پست کجا هست، ولی خب برای توضیحات کوچیکی میتونم در مورد تجهیزات پست بهتون بدم. همونجور که میبینید تجهیزاتی که بخوایم رو بهتون معرفی کنم که آشناتر بشید با پست، که حالا در ادامه که فرآیند کار به صورت ولاگ براتون میذارم بتونید راحت‌تر تشخیص بدین و براتون قابل درک‌تر باشه. از اینجا که توضیح بدم، این کلیدی که الان اینجا میبینید بهش میگن کلید سکسیونه، که یه توضیح کوچیکی بخوام در همین اول کار بهتون بدم. این کلید سکسیونه کلیدی است که به صورت زیر بار نمیتونه قطع و وصل بشه. حالا توضیح که کاملی بخوام بدم، زیر بار یعنی اینکه وقتی داره ازش آمپر رد میشه و انتقال داره انجام میده، یعنی این پروسه رو داره جریان عبور میده از خودش، نمیتونه قطع و وصل بشه. قطع و وصل شدنش هم به صورت اینه که اون دو تا فکی که میبینید تو هم دیگه قفل شده بالا از هم دیگه باز میشه، به صورت 90 درجه میچرخه دو تا فک و از هم دیگه باز میشه. در صورت که زیر بار باشه آرک خیلی شدیدی میزنه و باعث آب شدن کل مکانیزم میشه. حالا ویدیوشو براتون در ادامه میذارم که ببینید چه اتفاقی میفته اگر یه کلید سکسیونر زیر بار باز بشه. همونطور که مشاهده کردین سکسیونر زیر بار باز بشه همچین اتفاقی میفته. میرسیم به تجهیز بعدی که اسمش بریکره. بریکر مثل سکسیونر یه نوع کلیده، با این تفاوت که بریکر مخزن روغن داره و حالت عایقی داخل خودش ایجاد میکنه و میتونه زیر بار قطع و وصل بشه و جریان رو قطع و وصل بکنه. تنها تفاوت بریکر و سکسیونر تو همین مورد باز و وصل شدن زیر بار هستن و قطع و وصل کردن جریان در زمانی که بار روشون باشه. و بریکر این خاصیت داره که میتونه زیر بار کاملا باز و بسته بشه بدون اینکه حادثه به وجود بیاد، ولی سکسیونر این مزیت رو نداره نسبت به بریکر و از بابت هزینه‌ای هم بریکر خیلی گرونتر از سکسیونر، به خاطر همین 2 عدد سکسیونر داخل پست قرار میدن. خب تجهیز بعدی که میخوام براتون توضیح بدم اسمش سیتیه. بخوام یه توضیح ساده تر در مورد سیتی بدم، سیتی مثل آمپرمتر میمونه. هر بچه‌ای که رشته برق خوندن یا حالا داخل زمینه برق کار کردن آشنایی دارن میدونن آمپرمتر چیه. آمپرمتر جریان رو اندازه‌گیری گیری میکنه برای ما. سیتی هم همونطوره ولی خب در ابعاد بزرگتر با سطح ولتاژهای بیشتر و آمپر بیشتر رو میتونه برای ما اندازه‌گیری کنه. این سیتی که اینجا میبینید سیتی روغنیه که محفظش کامل از روغن تشکیل شده برای عایق بیشتر و عملکرد این نمونه سیتی اینطوریه که سری در مدار قرار میگیره و جریانی که ازش رد میشه داخل سیمپیچ دومش القا میشه و اون سیمپیچ دومش نسبت به اون نسبت تبدیلی که داره، ضریب نسبت تبدیلش به ما یه جریان نشون میده که الان بیشتر مثلا سیتی ها مثلا 1000 به 1 2000 به 1 یا 5000 به 1 هستن و هر 5000 آمپر که از ورودیشون عبور بکنه داخل خروجی 1 آمپر به ما نشون میده و ما نسبت به همین نسبت تبدیل از اون آمپری که خروجی به ما نشون میده متوجه میشیم که چند آمپر کلاً از سیتی داره عبور میکنه. خب همونطور که توضیح دادم
ما داخل پست‌های فشار قوی 2 عدد سکسیونر استفاده میکنیم که بخوایم پستو از دو طرف بی‌برق بکنیم. دلیل اینکه از سکسیونر استفاده میکنیم به جای بریکر اینه که سکسیونر هزینه کمتری داره نسبت به بریکر و چیزی که دارید مشاهده میکنید، تفاوتی که داره این سکسیونر نسبت به سکسیونر قبلی اینه که مکانیزم ارت داره که هر وقت ما خواستیم پست رو بی‌برق بکنیم این مکانیزم رو وصل میکنیم بعد از باز کردن سکسیونر و خطمون کامل بی‌برق میشه و خط اتصال به زمین پیدا میکنه که موجب میشه اون حالت القایی که داخل خط به وجود میاد به وسیله این مکانیزم به زمین منتقل بشه و القایی وارد قسمت پست برقمون نشه. خب میرسیم به تجهیز بعدی که اسمش CVTه. CVT هم مثل CT برای ما اندازه گیری میکنه، با این تفاوت که CT جریان رو برای ما اندازه گیری میکنه ولی CVT برای ما ولتاژ رو اندازه گیری میکنه و نوع قرارگیری در پستش هم فرق داره. روش نصبش اینطوریه که یک سرش به خط بالا وصل شده و یک سر دیگه زمین شده و به صورت موازی داخل پست نصب شده، ولی CT به صورت سری داخل پست‌های فشار قوی نصب میشن. CVT هم مثل CT محفظه روغن داره و حالت عایقی داخل خودش ایجاد میکنه و همون نسبت تبدیل و ضریب تبدیل ولتاژ داخلش وجود داره. مثلا هر 132 کیلوولت که ازش عبور میکنه 1 ولت به ما نشون میده که اون طرف ما اندازه‌گیری میکنه. خب میرسیم به تجهیز بعدی. تجهیز بعدی اسمش برقگیره، همونطور که مشاهده میکنید. این تجهیز یه نوع تجهیز حفاظتیه که برای حفاظت از پست در برابر طوفان یا رعد و برق طراحی شده. نحوه قرارگیریش هم به صورت موازی داخل پسته. به این صورت عمل میکنه که اگر یه ولتاژ زیادی القا بشه داخل خطمون، حالا به وسیله رعد و برق یا حالا باد و طوفان شدید که خطا رو به همدیگه نزدیک میکنن، برق این اضافه ولتاژ رو از تو خودش عبور میده و به زمین منتقلش میکنه. همونطور که مشاهده میکنی یه دونه کنتور هم پایینش هست که برای ما شمارنده هست و هر دفعه این عمل کردی داشته باشه برقگیر یک بار برای ما میشماره که ما متوجه بشیم که داخل این حادثه که به وجود اومده چند بار برقگیر عمل کرده و ولتاژ اضافه رو به زمین منتقل کرده. خب تجهیز آخر که داخل پست‌های فشار قوی میبینین اسمش پلی گنتریه که همونطور که مشاهده میکنیم یه استراکچر فلزیه که وسیله مقرهایی که روش نصب شده خط اصلی ما رو نگه میداره و باعث میشه که این خط فشار قوی داخل باد و طوفان حادثه برشون پیش نیاد و به صورت ثابت نگهشون میداره با یه فاصله مشخص که خطا به هم نزدیک نشن، ولتاژ رو هم دیگه القا نکنن یا اتصالی به وجود نیاد. همونطور که مشاهده میکنید برای هر پست برق، هر به خروجی برق یه پلی گنتری وجود داره که خطا رو از همدیگه متمایز بکنه و یه فاصله مشخصی بین همه خطا به وجود بیاره. خب توضیحاتی که تا اینجا بهتون دادم به خاطر این بود که بیشتر پست‌های فشار قوی رو بشناسید که محتوای بعدی که داخل کانال میذارم بهتر درک بکنید و آشناتر باشید با پست‌های فشار قوی. یه توضیح بخوام بدم از کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که ما در حال حاضر به مرحله بتونریزی استراکچرها رو انجام دادیم و شروع کار ما از اینجاست که میخوایم سیستم زمین اینجا کار کنیم. همونجور که مشاهده میکنید قسمت خالی بین فونداسیون ها که موجوده رو الان ما میخوایم یه مش شبکه زمین کار بکنیم که همه تجهیزات رو به وسیله رایزرهایی که میذاریم به سیستم زمین متصل کنیم که اگر یه زمانی اتفاقی حادثه پیش اومد و بدن تجهیزات برقدار شدن به وسیله اون رایزرها به سیستم زمین منتقل بشن و اضافه ولتاژ ارت بشه. خب خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از توضیحات لذت برده باشید و اگر
سوالی دارید در مورد این نوع محتوا خوشحال میشم زیر همین پست بپرسید. همه سوالاتتون رو میخونم و حتما به همه سوالاتتون پاسخ میدم. خوشحال میشم ویدیو لایک کنید و بهم انرژی بدید که محتوای بیشتری رو در این زمینه براتون تولید کنم. امیدوارم همیشه موفق باشید. خداحافظ همگی.